اشکالی نداره. آدم کاملی نیستی، اشکالی نداره. ضعف داری، اشکالی نداره. عزیزم، پسرم، قربونت برم، دوستت دارم، عاشقتم، اشکال نداره. خودتو ناراحت نکن. آدمی دی، اشکال نداره که. هیچ اشکالی نداره که تو آدم کاملی نیستی. چون اگر انسان کاملی بودی در جهان فیزیکی پیدات نمیشد. کسایی میان اینجا که باید درس‌هایی بگیرن که کامل بشن برن. انسان کامل رو زمین نمیاد که. طبیعیه، همه همینه. هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد. در خرابات مپرسند که هوشیار کجاست. اینجا یه قاضی بیرحمه، هی تنبیه میکنه، ایراد میگیره، سرزنش میکنه، تنبیه میکنه. تنبیه سخته. یه جایی حرفی میزنم، یه کلمه، یه چیزی میگم، بعد یه هفته است جلز و ولز دارم میکنم، دیوونه دارم میشم که اون شب اونجا اون حرفو چرا زدی. خودم دارم به خودم میگم، خودخوری میکنم، دیوونه کرده منو که اون شب فلانجا به فلانی چرا اینو گفتی. بعد نمیتونی آندو کنی، نمیتونی دیلیتش کنی، نمیتونی هیچ کارش نمیتونی بکنی دیگه. آدم میخواد موهاشو بکنه، خودشو تیکه تیکه کنه. تنبیه نکردن یعنی این که یه جایی یک کاری کردم که نباید میکردم. اشکالی نداره یعنی با خودم مهربونم، یعنی خودمو میبخشم، تنبیه نمیکنم، سرزنش نمیکنم، درگیر نمیشم، نمیجنگم، ایراد نمیگیرم. من همینم که هستم.